به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخشی توبه پذیر، رحیمی که هر کس درش سر بتافت به هر در که رفت هیچ عزت نیافت. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته به همه دوستان عزیز و گرامی قدر. انشاءالله موضوع امروزه خود را در اطراف صفتهای مؤمن خواهیم پرداخت و 5 صفتی را که الله مهربان در سوره انفال بیان ساخته است در آیتهای 2 و 3 و 4. الله جل جلاله می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظیم. در این آیت 2 سوره انفال الله 3 نشانه مؤمن را بیان می سازد و این 3 نشانه اعتقادی است و نشانه اول این است که الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، زمانی که ذکر الله کرده شود دلهای مؤمنها خوف پیدا میکنند و از گناهان کرده خود، از اشتباههای کرده خود خیلی پشیمان میگردند و از خداوند ترس آنها زیاد میگردد. یکم نشانه مؤمن که در این آیت کریمه الله بیان ساخت این است که در کجای امر معروف شنید، ذکر الله جل جلاله را شنید، با خداوند نزدیک میگردد و ترسش از خداوند زیاد میگردد. دوم نشانه مؤمن و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، زمانی که آیتهای قرآنی نزدش خوانده شود ایمانش زیاد میگردد. و ببینید عزیزان دل که بعضی از دوستها اگر چند معنای قرآن را نمیدانند لیک زمانی که قرائت میکنند به اختیار از چشمهای آنها آب بیرون میگردد. همین یکی از نشانه های مؤمن است. و نشانه سوم که در این آیت کریمه ذکر شد، توکلشان به خداوند خیلی قوی است. در هر یک امر زندگی خود با الله مهربان توکل میکنند. این 3 نشانه اول که اعتقادی بود در آیت 2 سوره انفال بیان شد. در دوام آیت الله مهربان نشانه های 3 و نشانه های 4 و 5 را قرار میدهد. این است که میفرماید الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. 4مین نشانه مؤمن برپا داشتن نماز است. خداوند بیان ساخت این 2 نشانه که در آخر آمد نشانه های عملی است. یکی اینکه نماز میگذارد، این هم یکی از بزرگترین نشانه مؤمن است. دومش این که از آن رزقی که خداوند برایش نصیب کرده است، دوم نشانه عملی، یعنی از آن رزقی که الله مهربان برایش نصیب کرده است از آن انفاق میکند، در راه خداوند صدقه میکند، زکات خود پرداخت میکند. و این 5 نشانه را الله مهربان بیان ساخت که اگر نفر همین 5 نشانه را دارا باشد اولئک هم المؤمنون حقا، همون نفر مؤمن حقیقی است، یعنی مؤمن کامل است. و در دوام فرمود که لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، همین نفری که 5 عمل را 5 صفت را دارا هست که 3 از این اعتقادی هستند و 2 از این عملی هستند، همین نفر خداوند گفت که درجاتش را بلند می سازد و مغفرتش می کند، گناهایش را می بخشد و روز قیامت برایش رزق کریم عطا می فرماید. رزق کریم را علما این چنین بیان ساختند که یک نعمتی را الله روز قیامت برایش هدیه می سازد که نه چشم او را دیده است و نه گوش او را شنیده است و نه در فکر کسی آن آمده است. و علما باز چیزی دیگر در این بابت دارند، می فرمایند که در انسان 3 غذا دیده می شود. یک از این غذای هست که
برای جسم انسان لازم است طعام و نوشاکی هایی که می نوشد که تا جسم انسان قوت بگیرد. و دوم غذای عقل است که اون می توان با علم پره ساخت. و سوم غذای قلب است که همین سه نشانه که در اول بیان ساختیم که زمان ذکر خدا کرده شود دلش به سوی خداوند نزدیک می شود و ترس او از خداوند زیاد می گردد و زمان قرآن خوانده شود ایمانش زیاد می گردد، ایمانش در تپش می آید و به الله مهربان توکل دارد. پس عزیزان دل همین سه غذا را، همین سه نعمت که به یکدیگر نمی توانند باید کوشش کنیم که در حیات ما عملی شود و در حیات ما وجود داشته باشد. خداوند یار و مددگارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.